سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. امروزم اومدم با یه فیلم جذاب دیگه، فیلم سینمایی فرانکشتاین. وقتی که اسم فرانکشتاین میاد، بیشتر ما یاد هیولا میافتیم. اما اگر بگم که فرانکشتاین قبل از اینکه یه هیولا باشه، فقط تنها بوده چی؟ فرانکشتاین داستان موجودیه که خودش انتخاب نکرد به این دنیا بیاد، اما از همون لحظه تولدش طرد شد. آدما از ظاهرش ترسیدن و سازندش دکتر فرانکشتاین درست همون موقعی که باید مسئولیتش رو قبول میکرد اونو رها کرد. هیولا توی این فیلم از همون اول خشونت طلب نیست. اتفاقا اون میخواست دیده بشه، شنیده بشه و یا حتی دوست داشته بشه. اما هر بار که به آدم‌ها نزدیک شد با ترس، خشم و نفرت روبرو شد. اینجاست که فیلم یه سوال مهم میپرسه. اینکه آیا هیولاها ذاتاً هیولا هستن یا جامعه‌ای که طرد میکنه هیولا میسازه؟ فرانکشتاین به ما یادآوری میکنه که گاهی وقتا ترس از تفاوت‌ها میتونه خیلی خطرناکتر از خود تفاوت‌ها باشه. و گاهی وقتا چیزی که ازش میترسیم فقط نیاز به درک شدن داره. به نظر شما فرانکشتاین واقعا یه هیولا بود یا فقط قربانی بی‌مسئولیتی انسان‌ها؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و اگر خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوها رو از دست ندید. خدا نگهدار.